ما میخواییم الان در مورد ایمان نجات دهنده ای صحبت بکنیم که از آیات 13 تا 20 در موردش نوشته شده. میدونید چاک اسمیت خیلی قشنگ گفته که ما همیشه احتیاج داریم به تجربیات جدید که بر اساس حقایق کهنه هست. اگه فقط حقیقتی باشه که ما میدونیم که عیسی مسیح روی صلیب رفته، جان خودش رو داده، نجات داده، خدا رو شکر، ولی این حقیقت نمیخوام بگم کهنه است، ولی باید جلوتر بیاییم و ایمان ما رشد بکنه و به جاهایی برسیم که از کلام چیزی بگیریم و داشته باشیم. و ایمان رشد کننده باعث خوشنودی خدا هست و باعث بنای شخصی خود ما هست، باعث تشویق و بنای دیگران هم هست. در الان این رو در اینجا خواهیم دید. اینجا ما در جلسه قبل در موردش صحبت کردیم که ایمان کم شاگردان باعث ناراحتی عیسی مسیح شد که گفت ای کم ایمانان، این همه برای شما کار کردم، معجزه و شفا اینا دیدید، هنوز باز ایمانتون کمه. قبلش دیدیم که فریسیان و صدوقیان اومده بودن و میگفتن این نشانه به ما بده. بابا قربونت برم، این همه معجزه دیدی، باز نشانه میخوای؟ مرگ و قیام من مثل یونس 3 روز، این میشه یک نشانه. پس اینها رو در فکر داشته باشیم. بیایید بریم به این ایمان درستی که ایمان نجات دهنده است. از آیه 13 تا 15 رو بخونیم. چون عیسی به نواحی قیصریه فیلیپوس رسید، از شاگردان خود پرسید به گفته مردم پسر انسان کیست؟ آنان پاسخ دادند برخی میگویند یحیای تعمید دهنده است، بعضی دیگر میگویند الیاس و عده‌ای نیز میگویند ارمیا یا یکی از پیامبران است. عیسی پرسید شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟ جایی که الان هستن تقریبا 120 مایل شمال فلسطین هست، از اورشلیم 120 مایل اون طرفتره، پس خیلی دور هستن. اینجا رو عیسی مسیح جایی هست که زیارتگاه و معبدی هست که برای خدایان غیر ساخته شده و این معبد رو هیرودیس کبیر سالها پیش ساخته بود برای قیصر، برای احترام کردن به قیصر. و در اینجا عیسی مسیح داره در مورد خودش سوال میکنه که آقا من کی هستم؟ و خیلی سوال ساده‌ایه ولی خیلی جواب سختی شاید داشته باشه. مردم چی میگن؟ مردم میگن الیشایی، الیاسی، نمیدونم اینی اونی، ولی پتروس تو چی میگی؟ الان به اونجا میرسیم که پتروس جواب خیلی قشنگی میده. ولی میدونید خیلی ها ایمان داشتن که عیسی مسیح همون الیاسیه که در موردش نوشته شده بود که برمیگرده. و یه بار دیگه همین 2 تا آیه رو میتونیم بخونیم. آنان پاسخ دادند برخی میگویند یحیای تعمید دهنده است، بعضی دیگر میگویند الیاس و عده‌ای نیز میگویند ارمیا یا یکی از پیامبران است. عیسی پرسید شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟ خیلی جالبه این سوالی که امروز هم عیسی مسیح خداوند از تک تک ماها میپرسه، از تک تک شما بینندگان یا شنوندگان عزیز میپرسه که مردم اینو میگن عیسی مسیح پیامبره، تو چی میگی؟ من کی هستم؟ و خیلی شخصی میشه، ایمان ما شخصی میشه. خداوند فرزندان داره، ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم میشیم فرزندان، ولی نوه نداره که به خاطر من مثلا بچهای منم مثلا بشن ایماندار و ملکوت آسمان نصیب اونها بشه، اسم اونها در دفتر حیات نوشته بشه چون که باباشون مثلا خادمه. نه، این شخصیه. جسیکا، جولیانا، بچهای من، تو فکر می‌کنی عیسی مسیح کی؟ تو باید بهش ایمان بیاری. اینا شخصی میشه و عیسی مسیح داره اینو بهش اشاره میکنه. اونا میگن من این هستم، تو چی میگی؟ خیلی ها میگفتن که یحیای تعمید دهنده‌ای که چند سال پیش کشته شده بود خودش برگشته و خیلی ها میگفتن که الیاسه چون که در مورد الیاس نوشته شده بود که برمیگرده، که خیلی ها ایمان دارن که اون 2 نفر شاهدی که در زمانهای آخر برمیگردن یکیش الیاس خواهد بود. حالا به هر حال در مکاشفه است، وقتی مکاشفه رو میخونیم در مورد صحبت خواهیم کرد. ولی خیلی فکر میکنن ارمیا یه پیامبریه چون که ارمیا خیلی گریه میکرد، به پیامبر گریان معروف است در عهد عتیق.
و عیسی مسیح هم خیلی دلسوزی داشت، دلرحمی داشت و شاید ارمیاست که برگشته و باز داره این کار رو میکنه. بیایید ادامه بدیم به آیات 16 و 17 ببینیم جواب چی هست. شمعون پطرس پاسخ داد: تویی مسیح پسر خدای زنده. عیسی گفت: خوشا به حال تو ای شمعون پسر یونا، زیرا این حقیقت رو جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است. یه جوابی داد که خیلی ساده است. بله تو هستی، من تو رو میشناسم، تو اینی. ولی بار اولی نبود که عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده، به عنوان پسر خدا معرفی شده و شناخته شده. ولی این بار انگار حتی در موعظاتی که ما میشنویم انگار این تنها یا اولین باری هست که یه نفر عیسی مسیح رو شناخت به عنوان پسر خدا. ولی بیایید چند آیه فقط من اینجا بخونم. یوحنا 1:49 نتنائیل پاسخ داد: استاد تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیلی. در متی 14:33 سپس کسانی که در قایق بودند در برابر عیسی روی بر زمین نهاده گفتند به راستی که تو پسر خدایی. و این جایی بود که یادتونه طوفان اومده بود و عیسی مسیح اونجا آروم کرد و روی آب راه رفت. و یا در یوحنا 14:1 میگه خود شمعون پطرس پاسخ داد: سرور ما نزد که برویم؟ سخنان حیات جاویدان نزد توست و ما ایمان آورده و دانسته ایم که تویی آن قدوس خدا. و حتی برادرش نتنائیل وقتی برادر پطرس وقتی میخواست رو معرفی بکنه گفت ما مسیح، یعنی آن مسح شده رو یافته ایم، بیا بد نشونت بدیم. پس این چند نفر بودن، ولی با این وجود اینجا پطرس انگار زیر ذره بین قرار میگیره. چرا؟ من فکر میکنم که شاید بقیه شرایط احساسی بوده، طوفان اومده یا هیجان بوده یا شفا دیدیم آه تو پسر خدایی، طوفان آه تو پسر خدایی. ولی اینجا نه هیجانی هست، نه اورشلیمی هست، نه جلوی معبدی هستن. اینجا در بین خدایان غیر 120 مایل به دور از اورشلیم در شمال فلسطین داره میگه آقا فکر میکنی من کی هستم؟ خیلی منطقی هست و با منطق میگه تو پسر خدا هستی. میدونید خیلی وقتا ما هم در کلیسا پرستش میکنیم ای مسیح تو زنده ای، شفا شفاهنده، همین حرفا رو میزنیم، ولی واقعا باور نمیکنیم، چون که شاید جریان احساسی شده خود برای ما. سرود میخونیم، اینا رو میگیم، ولی خیلی خوبه که ما هم بتونیم وقتایی داشته باشیم که اون ایمانی رو که داریم رو به زبان بیاریم و بدونیم که به چی ایمان داریم و بدونیم چرا ایمان داریم. من چند تا CD هست که به انگلیسی حالا بعد از این جلسه میتونم به شما بدم گوش بکنید که میگه چرا ایمان دارم، why I believe، چرا ایمان دارم به رستاخیز، چرا ایمان دارم به زندگی پس از مرگ، چرا ایمان دارم به کلام خدا، چرا ایمان دارم به خدا. و این چراها خیلی قشنگی که ما بدونیم که چرا ایمان داریم و بدونیم میخورده و به یاد داشته باشیم که ایمان داریم به این چیزها، که بله عیسی مسیح تو پسر خدا هستی. حالا بماند اصلا پسر خدا چه معنی داره، منظور نیست که خدا زن داره و پسر داره، بلکه در اون ماهیت صحبت میکنه که همون ماهیته و عیسی مسیح خداونده. ولی این جواب زیبایی بود که پطرس اینجا داد و جوابی که عیسی مسیح، واکنشی که عیسی مسیح نشون میده خیلی جالب تره. در آیه 18 بیایید بخونیم. من نیز میگویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. یه بار دیگه بخون، خیلی سخته فهمیدنش. من نیز میگویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت و تویی پطرس که معنی پطرس صخره هست. خب اسم پطرس نبود، شمعون بود، ولی عیسی مسیح اسمش رو الان عوض میکنه، میگه ببین اسم تو شمعون نیست، اسم تو پطرسه. پطرس یعنی صخره و من روی این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم. برای همین است که مذاهبی از مسیحیت هستن، ولی اسم نمیبرن، ولی روی این آیه خیلی تاکید میکنن و میگن که ببین مسیحیت روی پطرسه و پطرس در واقع یک میانجی هست بین ما و خدا و حتی به پطرس دعا میکنن و پطرس رسول عکساش هست توی بعضی از کلیساها، مثلا
یه ماه مانندی هست روی سرش و انگار اصلا تقریبا نزدیک خدا شد. چرا که اینجا عیسی مسیح گفته من کلیسای خودم رو روی تو بنا میکنم، اصلا توی پایه و اساس کلیسا تو هستی. و میدونید کلمه صخره کلمه ای هست که در عهد عتیق فقط و فقط به خدا مختص شده. یعنی میگه صخره نجات من در مزمور مثلا 18 آیه 2، در خیلی جای دیگه نوشته شده که خداوند صخره هست. در تثنیه 32 آیه 4، در مزمور 18 31 و خیلی جای دیگه باز میگم نوشته شده که صخره نجات من خداوند هست. پس حالا خدایی که صخره هست، حالا پتروس شد صخره، یعنی پتروس شد خدا. یه خود گیج کننده میتونه باشه تا جایی که ما بفهمیم که کلمه‌ای که استفاده شده کلمه متفاوتیه. کلمه‌ای که برای خدا استفاده میشد صخره بزرگ، صخره تقریبا مثلا کوهی هست که خیلی صخره بزرگی، اون کلمه‌ای بود که استفاده میشد. کلمه‌ای که اینجا عیسی مسیح استفاده میکنه که معنی پتروس هست، پترا هست، این کلمه این سنگ کوچیک. یعنی شاید منظور عیسی مسیح اینه که این سنگ بزرگ که هست، که من هستم، خدا هست، ولی تو این سنگ کوچیک هستی که جزوی از این ساختمانی هستی که حالا بعداً خود پتروس در مورد این خیلی صحبت میکنه که این ساختمانی هست که زیربناش عیسی مسیحه، ولی ما هم سنگای کوچیکی که هستیم که این ساختمان رو تشکیل میدیم. کلیسا ما هستیم، سنگای کوچیک هستیم و خداوند در ما ساکن میشه. روح خدا در این ساختمان هست، در ما هستیم. تصویری است که بعداً برای ما میکشه. یکیش مثلا در اول پتروس باب 2 آیه 5 هست: شما نیز چون سنگ‌های زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانی‌های روحانی مقبول خدا را بگذرانید. پس میگه شما نیز سنگ‌های زنده. باز همون کلمه رو به کار برده در یونانی وقتی میگه شما سنگ‌های زنده کوچیک هستید. و پولس هم اینو خیلی خوب فهمیده، چون که در افسوسیان 2:20 میگه شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است. اینجا باز به یاد ما میاره که ما هم بر این شالوده بنا شدیم، ولی زیر بناش عیسی مسیحه. حالا احتمالش خیلی زیاده که دلیلی که به پتروس برای بار اول اینو میگه اینه که کلیسا بار اول که تشکیل شد در اعمال رسولان باب 2 هست، جایی که پتروس موعظه کرد و 3000 نفر ایمان آوردن. اون اولین کلیسا هست که از اونجا شروع شد. دوران کلیسا از اون لحظه شروع شد، از اون روز که عید پنتیکاست هم بود که میشد 40 روز بعد از عید قیام. و این جریان سنگ ها که فقط باعث لغزش نشه که فکر نکنیم که پتروس یه جای خاصی داره که فقط پتروس هست که روی پتروس بنا میشه ما هیچ هستیم. نه، پتروس برادر ما هست در مسیح و در آسمان این برادر رو خواهیم دید. من یه سوال داشتم. بله. اینجا که عیسی مسیح درباره کلیسا صحبت میکنه، آیا شاگردانش گیج نمیشن چون موقع کلیسا نبود، نمیگن که کلیسا چیست؟ خیلی سوال خوبیه. میدونیم کلمه‌ای که استفاده میکنه عیسی مسیح کلمه اکلسیا هست. اکلسیا یعنی معنیش میشه جدا شده. و این کلمه‌ای بود که اون زمان استفاده میکردن خیلی ها برای جمع‌های کوچیکی خودشون که داشتن، حتی جمع‌های بی ایمان و بی خدا و بی دین و مذهب این استفاده میشد. حتی بین یونانی ها استفاده میشد که یک جمعیه که جدا شده، یعنی برای یک هدف خاصی خونده شده. من اتفاقا ترجمه فارسی ما رو نزدیکتر از هر ترجمه‌ای که تا حالا میشناسم دیدم. اکلسیا کلیسا از اونجا اومده، کلیسا هست، ما جدا شدیم. و عیسی مسیح میگه من کلیسای خود را، بار اولی هست که این کلمه یه خود به خودش میگرفت. همیشه کلیسا بود. کجا میری؟ من میرم کلیسا، کلیسای فلان، کلیسای مثلا مثل یک شورا بود، مثل یک جمع بود، مثل یک گرده همایی تقریبا. ولی اینجا بار اولی است که عیسی مسیح یه مالکیت به خودش میگیره. کلیسای خود را بر روی تو بنا میکنم.
پس احتمالاً شاید دقیقاً نفهمیدن که منظورش این کلیسا است، ولی فهمیدن یه جمع خاصی است که متعلق به عیسی مسیح خواهد بود، مثل تقریبا شاگردان که یک کلیسا بودن برای خودشون با اون معنی کلمه، و پتروس فهمید که یه جای خاصی خواهد داشت. باز اشاره میکنم که عیسی مسیح خودش گفت که زیربنا هست. در متی 21 آیه 42 این رو میگه، عهد عتیق در مزمور 118 22 یا اشعیا 28 16 این رو میگه. پتروس این رو خودش باز میگه در اعمال باب 4 آیه 10 تا 12. پولس رسول این رو میگه در اول قرنتیان 3 تا 11 که زیربنای ایمانی ما، زیربنای کلیسا پتروس نیست، عیسی مسیح خداونده. پس این خیلی واضح است در همه جای کلام. بریم به آیه 19 و 20. کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو می دهم. آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد. آنگاه عیسی شاگردان خود را منع کرد که به هیچ کس نگویند او مسیح است. خیلی جالبه. اینم بگم قبل از اینکه اینو اشاره بکنم، مکاشفه 20 14 تا 15 اینو میگه، و موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. کلمه عالم امواتی که اینجا استفاده میکنه در واقع همون کلمه هست که اینجا عیسی مسیح استفاده کرد که در آیه 18 بود. یه بار دیگه 18 رو میخونی بی زحمت؟ من نیز میگویم که تویی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. قدرت مرگی که اینجا بهش میگه همون کلمه است که اینجا ترجمهش عالم اموات بوده در مکاشفه باب 20 که حالا بقیه‌اش هم اگه میخواید بخونم، و میگه موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. این است موت ثانی، یعنی دریاچه آتش، و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. این پس در مورد دیوها داره صحبت میکنه، در مورد شیطان داره صحبت میکنه، در مورد عالم اموات. پس عیسی مسیح میگه ببین، هیچ چیز و هیچ کس، در آیه 18، قدرت مرگ یا عالم اموات یا دیوها یا شیطان نمیتونه پیروز بشه بر این کلیسایی که بنا خواهد شد که من و تو هستیم. شیطان نمیتونه بر ما پیروز بشه. آمین. و این زیبا هست. حالا آیه 19 و 20 میگه من کلیدها رو به تو میدم. کلید نشانه 2 تا چیز هست در کلام. یکیش نشانه دسترسی، یکی نشانه اقتدار. و احتمالش خیلی زیاده که اینجا عیسی مسیح داره به پتروس میگه ببین تو دسترسی داری به خداوند و به تو دسترسی داده میشه، اقتدار داده میشه که کلام خداوند رو ببری به جاهای دیگه، به یهودیان بدی، و به تو این اقتدار داده میشه که موعظه بکنی، که میبینیم که تقریبا 1 سال بعدش این اتفاق میفته و در اعمال باب 2 هست که این کلید رو میندازه، در رو باز میکنه و خداوند وارد میشه در 3000 زندگی. پس این میتونه باشه. تفسیر اشتباهش میتونه این باشه که یک کلید خاصی هست که به فقط پتروس داده شده، ما نداریم. هیچ جای کلام ما نمیبینیم که هیچ فرقی بین پتروس و دیگر شاگردان یا رسولان یا خادمین یا مشایخ باشه، به هیچ وجه. همه به همون اندازه اقتدار دارن از طرف خداوند. پس اینجا در آیه، یه بار دیگه اون آیت رو میخونی بی زحمت؟ کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو میدهم. آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد. آنگاه عیسی شاگردان خود را منع کرد که به هیچ کس نگویند او مسیح است. ببینید اینجا در آیه 19 جایی که میگه کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو میدم، آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد، این یک فعلیه که در وقتی یونانیش میخونی میفهمی که چیه جریان، ولی خیلی سخت ترجمهش و تقریبا تمام ترجمه، لااقل اونایی که من میفهمم و خوندم، ارمنی، فارسی، انگلیسی، خانم من سوئدی، فرانسوی، اینا رو که فهمیدیم ترجمه کردیم، همشون تقریبا مثل فارسی خودمون ترجمه کردن که تقریبا ترجمه اشتباهیه، به این منظور که
اینو میرسونه به ما که پتروس تو هر چیزی رو که بگی انجام میشه، هر چی ببندی بسته میشه، هر چی باز بکنی باز میشه. و انگار این گرچه اقتدار بله کلیده و به پتروس داده شده که موعظه بکن و انجام میشه، ولی فعل و کلمه‌ای که استفاده شده کلمه‌ای هست که مطابقت داره با یک قدرت بالاتر. یعنی اون چیزی که اراده من هست اگه در اراده من باشه اون چیز رو اگه بگی انجام میشه، ولی باید بگی که انجام بشه. پس اقتدار مطابق با اراده خدا. یا حتی کلمش نمیدونم چجوری ترجمه بکنم، ولی میگه اون چیزی که بسته شده یا باید بسته بشه وقتی تو بگی بسته بشه بسته میشه. اون چیزی که قرار باز بشه تو وقتی بگی باز بشه باز میشه. و این رو حتی فقط به پتروس نمیگه، خیلی جای دیگه داریم که اینو به کلیسا میگه، به ما میگه. من اگه اشتباه نکنم یکی از این آیات رو اینجا نوشتم. آمین آمین به شما میگویم، به همه میگه. متی 18 آیه 18 هر آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته خواهد شد، هر آنچه بر زمین بگشایید در آسمان گشوده خواهد شد. باز این در مورد همه ما صحبت میکنه که ما اقتدار داریم، ما همین کلید رو داریم که میتونیم دعا بکنیم و دعای ما اگه اراده خداوند باشه انجام میشه و باز میشه، بسته میشه. کلید دیگه ای بود که به پولس داده شد که در انجیل رو برای غیر یهودیان باز کرد و پولس باعث شد که کلام خدا بره و وارد غیر یهودیان بشه. و شنیدن خیلی ها در اقصا نقاط، نمیخوام بگم جهان، ولی اون زمان سرزمینی که بود پتروس سفر کرد و همه رو برد و این کلیدی بود که به او داده شد و باز شد. کلیدی هست که به ماها داده شده و ماهایی که بین ایرانیان هستیم خداوند ایرانیان مسیح رو خونده و این کلید به ما داده شده. پس فقط اینا رو میگم که بدونیم که پتروس جای خاصی نداره در ملکوت آسمان، مثل بقیه رسولان هست ولی زیربنا خود عیسی مسیح هست و این اقتدار به ما هم داده شده. بیایید آیات 21 و 22 رو بخونیم و با این تمام بکنیم. از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علمای دین آزار بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوم برخیزد. پتروس او را به کناری برد و سرزنش کنان گفت دور از تو سرورم، مباد که چنین چیزی هرگز بر تو واقع شود. حالا میرسیم به قسمت بعدی دفعه بعد که همین پتروسی که صخره هست و روی این صخره یا سنگ کلیسا بنا میشه، الان پتروس رو توبیخ میکنه سریعا بعد از این. و به اون درسی میرسیم که زیاد افتخار نکنیم به اون زمانهای خوبی در روحانیت خودمون که داشتیم، چون که ما هم شاید اشتباه بکنیم و شاید توبیخ بشیم و این هم اوکیه، این هم جزو انسانیت ما هست. ولی اینجا باز یه بار دیگه میخوام فقط اشاره بکنم به همون چیزی که عیسی مسیح به شاگردان گفت که کلمه من کردن یا اجازه دادن هست. بستن و باز کردن، من کردن یا اجازه دادن هست، که چیزی که در اراده خدا هست رو باید اجازه بدی که انجام بشه، چیزی که در اراده خدا نیست رو باید من بکنی که انجام نشه. و اینجا عیسی مسیح در واقع میگه که ببینید یه چیزی هست که اراده منه و باید اجازه داده بشه، جلوشو نگیرید. من قراره باید برم بمیرم و اینجا خیلی واضح در این مورد صحبت میکنه در آیه 21 و 22 که خوندیم که میگه میرم کشته میشم، در روز سوم برمیخیزم. خیلی واضح است ولی اصلا نفهمیدن چی شد جریان. پتروس این سنگ میگه نه من اجازه نمیدم. حالا بعدا اینو میگه. و عیسی مسیح گرچه اینقدر واضح در مورد مرگ و قیام صحبت کرده، باز هیچ کس نشنید، باور نکرد. خیلی وقتا ما هم کلام خدا رو میشنویم ولی حتی اگه مخالفت نمی کنیم انگار نمیفهمیم. پس میخوام در آخر تشویق بکنم که کلام خدا رو که میخونیم قرار نیست در یک روز 3 باب بخونیم، لازم نیست 3 باب یا 30 باب بخونی، همون 1 باب یا نصف باب رو بخون، همون 5 تا آیه رو بخون، ولی واقعا فکر بکن در موردش که بفهمی که عیسی مسیح چی میخواد، این کلام چی برای امروز من داره. خدا شما رو برکت بده. همین که اسمم برات عزیزه،
وجودت، از عشق من لبریزه، همین که صدام کردی فرزندم. بیشتر از این چی میخوام ای خداوندا؟ همین که منو گنجت میخونی، وجودم رو گران بها میدونی. همین که هیچ وقت نکردی